سلام دوستان. برای تولد 5 سالگی دخترم یه عروسک قدیمی گرفتم. زن فروشنده میگفت این عروسک نگهبانه، از بچه‌تون تو خواب محافظت میکنه. اما از شب سوم خواب من خراب شد. ساعت 3 صبح صدای خنده از اتاق میومد. دخترم خواب بود ولی عروسک وسط اتاق نشسته بود، رو به در، رو به من. دخترم فرداش گفت بابا اون شبا با هم حرف میزنه. پرسیدم چی میگه؟ جواب داد میگه اگه یه شب تنها بمونه دیگه نمیخواد تنها برگرده. سوزوندمش تا اینکه 1 هفته بعد یه جعبه بینام رسید. بازش کردم، همون عروسک برگشته بود. با یه جمله زیر جعبه کارتونش نوشته بود این بار نوبت منه نگهبانی بدم.